در شهر و نویه‌های ولایت ختلون به افتخار جشن بزرگ ملت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و بنیادکاری وسعتی تازه کسب نموده است. در پرتو سیاست آبادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، ساکنان مهنت‌دوست ناحیه کوشانیان در برابر استحصال محصولات کشاورزی، غنی گردانیدن بازارهای استعمالی، صادرات آن در آبادانی کوچه و محل سهم مناسب خویش را می‌گذارند. ساکنان جماعت زرگر تصمیم گرفتند که راه‌های داخلی محله‌ها را منفرش نمایند. طور همه ما آگاه هستیم امروزها در اکثر دهه‌های جماعت و شهرک دهات ناحیه کوشانیان تعمیر و تجدید راه‌ها با مرام ادامه دارد. در این راستا ساکنان دهه اتفاق نیز تصمیم گرفتند همه یک دلانه در زیر سیاست بنیادکارانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان درآمدگاه اساسی دهه، راه اساسی دهه را منفرش نمایند. اقدام مذکور من بعد نیز ادامه یافته ساکنان عزم دارند که دیگر کوچه‌های همین ناحیه را راه‌های محلی را تعمیر و منفرش نمایند. البته یک قسمتی راه‌ها پر اسفالت پوش گردیدند. تکنیکای پراقتدار راه‌ها را هموار نموده پس آن منفرش می‌نماید. در این عمل خیر خرد و بزرگ با یک دلگرمی محبت بی‌اندازه به هر یک گوشه وطنی محبوبمان شرکت می‌ورزند. 30-40 سال شد خیلی آبادی نبود. همین شکری همین تنجی را کردن در کارو، شکری همین غمخوری های همین جناب عالی را کردن در کار که همین مردک مملکت تنج آباد کرد. حرکت میکنیم که ما هم سهم خودمان را بگذاریم در همین آبادانی همین وطن کوچه و محل. مسئولین جماعت دهاتی مذکور تصمیم گرفتند که تا فرا رسیدن فصل سرما 8 کیلومتر راه‌های بین محل‌ها را پر اسفالت پوش نمایند. در حدود جماعت‌های دهاتی ناحیه کوشانیان دوام سال جاری زیاده از 22 کیلومتر راه‌ها به طریق حشر با دستگیری شخصان احسانکار و اهالی منفرش گردیده است. همزمان بنیاد ده‌ها انشاءات تعلیمی و خدمت‌رسانی طبی ادامه دارد. در دهه بافنده طریق جلب اهالی، جلب صاحبکارا تگی 6 کیلومتر راه منفرش گردید. همچنین در دهه ویون 1 کیلومتر راه منفرش گردید. در دهه اکادمیک 5 کیلومتر راه منفرش گردید. و همچنین در دهه سویردلو 2 تا کوپریکی ماشین گذر طریق صاحبکارا اهالی و خواجگی‌های دهقانی پر از نسازی گردید. نچ خیلی که دیده ایستاده ایم در حدود جماعت دهاتی سرویسکال طریق جلب خواجگی‌های دهقانی و صاحبکاران محل کارهای آبادانی با مرام رفته ایستاده است. در حدود جماعت دهاتی ثروت استقلال طوری که مسئولان ابراز داشتند 10 کیلومتر راه‌ها منفرش گردیده، 4 بنگاه طبی تعمیر یافته، بنیاد صنفخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ادامه دارد. ساکنان ناحیه کوشانیان جدوجهد دارند که 35 سالگی استقلالیت دولتی را با آمادگی‌های همه‌جانبه کارهای آبادانی و بنیادکاری استقبال نمایند.